السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمة جناب الله. بخشش من نصار هستم از سوال کتاب هستم. همین در زمان ما یگان عالم هستن مثال چگونه که زمان گذشته عالم هایی که هستن کتاباتون هست مثال ما خواندگی هستیم در زمان ما هستن همین نفر یگان که هستن. مسئله عالم کیست؟ من یک بحث آماده کردگی هستم. انشاءالله بعد رمضان یکان روز وقتی وسیع کتیبه پر اقوال علمای خوانده میتیم. وقتی که سال 2002 یک استادمان گفت که به تاجیکستان که رفتی از علمای تاجیکستان علم گیر، من گفتم تاجیکستان عالم ندارد. اون کس من سرزنش کرده بودن که لا تحتقر احدا، لا تحتقر احدا، آدم ها را کم نبین، تحقیر نکن، یعنی پست نشمار. لیکن از روی اون قواعد و ضوابطی که عالم کیست واقعا من درست گفته بودم، لیکن به هر حال استاد جنگ کردن که آدم های از خودت مقصد اون من آدم های تحقیر نکن، کی میدونی شاید باشد به همین معنا. لیکن در تعریف عالم هر کی هر خیل گفتگی هست، یعنی شاید گفته شاید نسبتاً عالم مطلق به هر حال به قول امام بخاری اگر کسی پرسیده شود که اهم عالم ترین دنیا یا عالم ترین فلان کشور یا عالم ترین فلان شهر کی است، گفت اگر الله اعلم گفتن مستحب است گفتن. برای آنکه حضرت موسی وقتی پرسیده شدن که از همه عالم ترین آدم ها کی است، گفتن من. واقعا موسی بودن، لیکن الله تعالی این سخنی موسی پسند نآمد. گفت که بله عبدنا خضر، بلکه بنده ما خضر علیه السلام اتو داناتر. یعنی از موسی جملتاً عامتاً داناتر نبودن. موسی از خضر دانا بودن و لیکن بود مسئله هایی که در آن مسئله ها موسی علم نداشتن و خضر علم داشت. یعنی در بعضی تخصص ها میشد که یک آدم عموم گرید عالم تر، لیکن یک آدم هایی که فقط درباره میراث خوانده است، دیگه هیچ چی نمیداند، تفسیر نمیداند، حدیث نمیداند، مصطلح نمیداند، اصول نگه میراث میداند. در میراث بحر برای که 4 سال 5 سال میراث خوانده است، 20 سال جانب میراث درس میتید. تمام مسئله های میراث حفظ کرده است، حدیث های آیدی میراث، آیت های آیدی میراث، تفسیرهایی که همون آیت های میراث، شرح حدیث های آیت میراث، فقط میراث خوانده است. شاید در میراث، در علم میراث از یک آدمی که از وی در دیگر مسئله ها عموم علم دارد، از وی دیده برای که در یک ساحه وقتش گذرانده است متخصص تر باشد. خضر هم از همین قبیل بودن، یعنی خضر عموما از موسی دانا نبودن. موسی مرتبه شون بلند است، لیکن بعضی چیزایی بود که موسی نمیدونستن، خضر میدونستن. بنابراین وقتی که موسی از همه داناترین آدم این من که گفتن، الله تعالی نگفت از تو داناتر است. بعد ببینید وقتی که از خودشون داناتر بوده رو که فهمیدن، در حال شاگردشون گرفته کشتی و سوار شده جاش انیق کرده سفر کردن به سویش. گرسنگی کشیدن، بیخوابی کشیدن، مشقت کشیدن، رفت و زانوی ادب زدن. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اجازت است که ما از اون علمی که شما داده شدید از اون بهره بریم؟ آیا اجازت است که ما پیروی از شما کنیم؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر میگه تو برای شاگرد شدن در نزد من طاقتش نمیکنی، صبر نمیکنی. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. زود است که مرا از جمله صبر کننده ها در میابی و من هیچگاه شما را گناهکاری نمی کنم، یعنی فرمان های شما را نافرمانی نمی کنم. با یک ادب حضرت موسی رفتن. عبدالله ابن مسعود گفتن که اگر در دنیا یگان آدمی باشد که از من در علم تفسیر عالم تر باشد و به نزد او با شتر رفته می شده باشد، من میرم. یعنی باوری داشتن که نه نیست کسی در همون زمانشون. یکی اگر باشد، ببینید باشد کی از به من برابر نمیشه خیلی. اگر باشد
و به نزدش با شتر رفته میشده باشد، مقصد کشتی کدی نباشد. رهی مثال مکه و مدینه طرف افریقاش بحر است، طرف هندوستان هم بحر است، لیکن اگر رفتنی شود مگر هم به واسطه طرف اردن قطعی مصر بگذاشته، از طرف مصر به افریقا رفته میشد، اینچنین به طرف هند و پاکستان و اون طرف هم میبیاد، مثلا با همین چی میبیاد ده مجبور از طرف اردن بیاد، از طرف اردن بعد شام میدارد، بعد فلسطین و سوریه و ترکیه و این طرف ها میرن. یعنی گفتن که مثلا امریکا رفته نمیشه. برای چی؟ امریکا و ترکیه رفته نمیشه، برای اینکه امریکا در جزیره هست، یا مثلا به بریتانیا ایرلندیا نمیشه رفته چون که اونا جزیره هست. اما به اروپا میشه رفته، برای اونکه هست راههایی که به راه خشکی رفته میشد به شتر. نمیدونم چوه اکون کشتیه نگفتم، یعنی به جایی که شتر کتی رفته میشده باشد من میرم گفتم، میرم به معنایی که رفته از او علم میگیرم. ببینید خیلی خلاصه در این باره بعد بسیتر گپ میزنیم.